بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. امروز قسمت سوم از نامهایی که به رحمت الله سبحانه و تعالی دلالت میکنند نامهایی هستند که اول از او نام الستیر الله سبحانه و تعالی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله دوستای ما خوب باشند. اولین درس را که شروع میکنیم نام الستیر الله سبحانه و تعالی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الستیر یکی از صفات الله سبحانه و تعالی هست که به معنای بسیار ستر کننده. اگرچه در بین مردم کلمه ستار مشهور شده، لکن ستار در قرآن و سنت ثابت نیست. نامی که ثابت است در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم الستیر هست، یعنی ذاتی که بسیار ستر کننده هست، به اساس رحمتش عیبهای ما را و اشتباهات ما را و گناههای ما را ستر میکنه. بنده های خدا به اساس رحمت خود گناههایشان و اشتباهاتشان ستر میکنه تا ای که اونا را رسوا نسازه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله عز و جل حیی ستیر، یعنی الله سبحانه و تعالی بسیار حیاناک است و بسیار ستر کننده هست. یحب الحیاء و الستر، هم حیا را دوست داره و هم ستر را دوست داره. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه و هو الحیی فلیس یفضح عبده، میگه الله بسیار ذات حیاناک است، رسوا نمیکنه بنده خود را. عند تجاهر منه بالعصیان، وقتی که بندیش حتی اما گناه را به شکل جهریش آشکارا میکنه و الله متعال از او خبر است و ملائکیش از او خبر هستند کراما کاتبین، لکن با وجود ازی الله سبحانه و تعالی لکنه یلقی علیه ستره فهو الستیر و صاحب الغفران. لکن الله متعال میگه بالای از او پوشش می اندازه فهو الستیر و صاحب الغفران، بسیار ستر کننده هست و بسیار صاحب مغفرت است. و این واقعا بر بنده ها یک بشارت بسیار خوب است که ما و شما خالق را عبادت میکنیم و خالق را اطاعت میکنیم و بنده خالق هستیم که او خالق بسیار مهربان است و از مهربانیش همی هست که از ما گناه میشه و اشتباه میشه و غلطی میشه، لکن او رسوای ما نمیکنه. او بنده گناهگار خدا فرصت میده و رسوایش نمیکنه، بلکه ستر میکنه و گناهشه. اگر ما و شما پیش خود فکر بکنیم اشتباهات و غلطی ها و گناه هایی که کردیم به اساس عاجزی خود، به حساب ضعف خود، به حساب ناتوانی خود و به الله رجوع میکنیم و توبه میکنیم و مغفرت میخوایم، اگر الله این گناه ها و اشتباهات ما را ستر نمیکرد و رسوا میکرد، باور بکنین که به طرف هیچ کس دیده نمیتونست، به طرف هیچ کس حتی به طرف مخلوقات دیده نمیتونستیم. لکن ذات مهربانی که الرحمن الرحیم و ستیر است، اقدر ستر میکنه و اقدر گناه ها و اشتباهات انسان میپوشانه و بر انسان فرصت توبه و فرصت ندامت میده با این رحمت بزرگ خود که واقعا انسان نمیتونه که شکر از این نعمتهای الله را ادا بکنه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظیم سلطانك. یا الله بر تو حمد و ثنا و صفت است، همو قسمی که شایسته هست به جلال و عظمت تو.
به عمیق قدر به الله ما حمد و ثنا و صفت میگیم، به خاطر از اینکه رحمت الله سبحانه و تعالی بالای ما و شما بسیار زیاد است. الله متعال در دنیا و آخرت سبحان الله هر کدام حدیث و آیات حدیث که در راستا هست و آیاتی که درباره صفات الله هست انسان میشنوه و میخوانه، در قلبش نور ایمان زیاد میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه میفرماید و میگه لا یستر الله علی عبد فی الدنیا الا ستره الله یوم القیامه. میگه ستر نمیکنه بر بنده خود الله در دنیا مگر ای که در آخرت هم بالایش ستر میکنه و او را مغفرت میکنه. سبحان الله. الله متعال بر بنده خود هم در دنیا و ستیر تبارک و تعالی هو الذی یستر عباده فلا یفضحهم. الستیر تبارک و تعالی ذاتی هست که ستر میکنه و میپوشانه عیبها و گناهها و خطاهای بنده ها را، فلا یفضحهم رسوایشان نمیکنه. یحب الستر و یبغض القبائح. دوست داره و یبغض و دوست داره ستر و یبغض القبائح و قبائح چی میکنه؟ ای بدش میه که انسان در امو گناه های خود آشکار بکنه. سوم الله بنده موحدش در پناه و سترش در آخرت سبحان الله در روز قیامت در پناه و سترش قرار میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله یدنی المؤمن فیدع علیه کنفه و یستره. میگه الله متعال در روز قیامت به بنده موحدش، بنده که الله را به وحدانیتش میشناسه، در وحدانیت الله سبحانه و تعالی در ذاتش شریک نمیاره. عقیده توحید بسیار مهم است. کسی که در ذات الله شریک نمیاره و کسی که در صفات الله شریک نمیاره و کسی که در عبادت الله کسی را شریک نمیکنه و کسی که در شریعت و تشریع الله در احکام الله کسی را شریک نمیکنه و کسی که با الله در نامهاش کسی را شریک نمیکنه و در افعالش کسی را شریک نمیکنه، پس این بنده خود الله دوست می داشته باشه و در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال برای بنده که گناهکار است و اشتباه کرده، موحد است، یکتا پرست است، الله را دوست داره، لکن مشکلش چی است؟ مشکلش چی است که این بنده از پیشش غلطی شده و گناه شده و اشتباه شده، چون بنده هست، عاجز است، ناتوان است، نفس گاهی غلبه میکنه، گاهی مثلا خواسته های نفسانی غلبه میکنه و انسان به گناه مبتلا میشه. پس الله متعال فیدع علیه کنفه الله و یستره. الله متعال امو کنف پوشش خود بالای ازی مگذاره و سترش میکنه. فیقول اتعرف ذنب کذا. برازی بسیار نزدیک میشه به امو قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست و ما تشبیهش نمیکنیم با نزدیک شدن یک مخلوق با مخلوق دیگه، بلکه نزدیک شدن خالق با مخلوقش به همون شکل است که به جلال و عظمت الله شایسته هست. الله متعال فیقول برازی بنده گناهگار میگه اتعرف ذنب کذا. آیا فلانی گناه را میشناسی؟ اتعرف ذنب کذا. فلانی گناهی را که کردی او را خبر داری، میفهمی؟ فیقول نعم ای رب. این بنده گناهگار میگه بلی پروردگارا. روز قیامت است، روز حساب است، کتاب و دفتر و اعمال همه چیز هست، انسان از هیچ چیز انکار کرده نمیتونه. پس بنده موحد خود میفهمه که الله عالم الغیب و الشهاده هست، الله از ذره ذره اعمال ما با خبر است. بنان این بنده اقرار میکنه میگه بله پروردگار. حتی اذا قرره بذنوبه. میگه تا ای که این خوب اقرارش میگیره به چی؟
اقرارش هم میگیره به گناهایش. خوب بنده اقرار میکنه و میگه بله پروردگارا اشتباه کردم. و رأى فی نفسه انه حلکی، بنده در نفس خودت فکر میکنه که من هلاک شدم، تباه شدم. ذات زلجلال تمام گناه های من با خبر است و کلش در مقابل من گفت که اینی گناهی نبره، پس من دیگه هلاک شدم، تباه شدم. قال الله متعال ذات رحمان و رحیم مثل تیر رزی بنده خود میگه که سترتها علیک فی الدنیا، ای بنده من این گناه های تو رو ستر کردم بالای تو در دنیا تو رو رسوا نکردم و به دنیا بر تو فرصت دادم و رحمت من تو رو شامل شد و انا اغفرها لک اليوم، و امروز هم به گناه های تو رو برات میبخشم. فیعطا کتاب حسناته، باز برازی بنده عاجز موحدی که گناهکار است دفتر حسناتش داده میشه و از گناه های تمامش الله متعال به اساس رحمت خود در آخرت هم ستر میکنه و هیچ کس خبر نمیکنه که این بنده اینی گناه ها و اشتباه کرد. الله متعال مرا توفیق نصیب بکنه و استقامت در عقیده توحید نصیب بکنه و از پیروی از کافار، مشرکین، طغات، طواغیتی که هستن از اونها الله متعال مرد حفظ پناه خود حفظ بکنه که مبتلا در ابتلاعات و فتنه های آخر زمان زیاد است. مبتلا در این اشیم. الله متعال ما و شما را رحم بکنه تا ای که به این رحمت الله قابل شویم و الله متعال ما و شما را مغفرت بکنه. دیگه از صفت از ستیر الله سبحانه و تعالی بندگان ستر کننده، این بنده هایی که فکر رحمت الله را، حتی اگر یک بنده دیگی در گناهی میبینه، در اشتباهی میبینه، در غلطی میبینه و او را ستر میکنه، الله متعال او را در دنیا و آخرت ستر میکنه. یعنی انسان مسلمان اگر یک کس را دید که در یک اشتباه هست، در یک گناه هست، ولی این رسوا نمیکنه بر مردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و من ستر علی مسلم، ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه و سلم از دل خود گپ نمیزد، وحی از بالایش میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به اساس وحی جلی که قرآن است و وحی خفی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از چی میگه؟ و من ستر علی مسلم، هر کسی که یک مسلمان را ستر بکنه، یعنی او را در حالت گناه و اشتباه گیر میکنه و در همین وقتی میتونه که به کل مردم رسوایش بکنه و خبرش به کلگی برسانه. الله متعال میگه ستر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و من ستر علی مسلم، اگر این شخص بالای این مسلمان گناهکاری که در گناه گیر کرده هست ستر میکنه و این رسوا نمیکنه، ستر الله علیه فی الدنیا و الاخره. این مقام بر از شخص میده که هم در دنیا و هم در آخرت باز خود از را ستر میکنه. چرا؟ هر انسان گناه کرده، هر انسان اشتباه کرده، هر انسان غلطی کرده، هیچ کل بنی آدم خطا، هر بنی آدم خطاکار است بغیر از اینکه ملائکه علیهم السلام که اونا معصوم هستن و پیغمبرا و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا که چی هستن، اینا معصوم هستن. بعد از اینا حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین که خیر القرون بودن، هم از پیششان گناه ها اشتباهات چون معصوم نبودن. بناهن به این اساس اگر یک کسی خودش گناهکار است لکن یک کس دیگی را در گناه گیر میکنه و بالای جو ستر میکنه و او را رسوا نمیکنه، الله متعال برای دو چیز میده، هم در دنیا سترش میکنه و خودش همین نفره که بالای از مسلمان ستر کرده برش الله متعال. چرا؟ این یک نفر رسوا نکرد و ایره نشرمان و ایره بیاب نکرد و سرازی ترحم کرد. الراحمون یرحمهم الرحمن، بالای کسی که سر کسی دیگه رحم میکنه، رحمان سر از او رحم میکنه، سر از الله رحم میکنه
و سر از ساتر میکنه و هم در دنیا و هم بر از دو منفعت میرسه. یعنی یک نفر یک کسی در گناه گیر کرد، او رو ساتر کرد، یک کار کرد، او رو ساتر کرد و رسوا نکرد، الله متعال بر از دو اجر میده، دو فایده برش میرسانه. هم در دنیا ساترش میکنه خود از این نفره و هم در آخرت. چرا که تو مسلمان، برادر مسلمان تا یا خواهر مسلمان تا رسوا نکردی، ساترش کردی، الله تعالی هم در دنیا ساتر میکنه و هم در آخرت و برات اجر زیاد میده و در آخرت گناه های خودت را ساتر میکنه. سبحان الله، چه ذات رحمان الرحیم است که ما و شما نیاز داریم که صفات الله، نام های الله را به این شکل بفهمیم و عقیده ما متقوی شود. مشکل چی است از مسلمان ها؟ که در هر موضوعات گپ میزنن، الله متعال بر مخلوقات معرفی نمیکنن. اگر الله متعال با همین صفاتی که داره با کافر معرفی کنه، حتی کافر هم تسلیم میشه به ذات ذوالجلال، ذات مهربان، ذات ستر کننده، ذات مغفرت کننده، ذاتی که حتی یک بنده که سر دیگر را ستر میکنه او را در دنیا و آخرت برش رحمتش در رحمت خود میگیره و خود از او را چی میکنه؟ ستر میکنه. الله متعال با اساس از این که ذات با حیا هست، حیاناک است و ذات ستر کننده هست، حیا، ستر، پوشش، حجاب، کلش دوست داره. کس را دوست داره که اونا چی میباشن؟ ستر عورات میکنن، عورات خدا میپوشانن، بر مردم کشف نمیکنن. و او بنده های خدا دوست داره که وقت خواهرای که سرشان حجاب فرض است، حجاب خدا مراعات میکنن. چه کنن؟ وقتی که خواهرای ما حجاب خدا مراعات میکنن، الله متعال اینا را در رحمت خود داخل میکنه. الله خوش داره این قسم بندهش که با ستر باشه، با حجاب باشه، با حیا باشه، با پوشش باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص رو ببینه که در یک جای بدون امو چیز لنگی که مثلا انسان در حمام بسته میکنه، میگه بدون از یه برهنه غسل میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در منبر بالا میشه، او شخص خو نمیشرمانه، فقط میخواد که بفهمانه چی میگه. میگه که در سر منبر برای عام مردم تبلیغ میکنه که ان الله عز وجل حی ستیر، الله متعال حیاناک است و ستر و بسیار ستر کننده هست. یحب الحیاء و الستر، حیا و ستر دوست دارد. فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، وقتی که یکی از شما غسل میکنه باید ستر بکنه. یعنی حتی وقتی که شما غسل میکنین، در غسل هم خدا کاملا برهنه نگذارین و خصوصا در جاهایی که مثلا وقت زندگی میکردن که هیچ دیگه دیوار میواری گپا چیز نبود، اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، وقتی که یکی شما غسل میکنه ضرورت داره اونجا هم باید چی کنه؟ ستر بکنه، در مقابل چشم مردم برهنه آشکار نشن. الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که از او طلب ستر میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردن و میگفتن اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی. چون انسان نمیتونه که خود حفظ بکنه، خود ستر بکنه، انسان است، نیاز داره به توفیق الهی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله از الله طلب میکرد که اللهم یا الله استر عوراتی، تو عورت مرا ستر بکن، مرا رسوا نکو، مرا در مقابل مردم مثلا برهنه نساز. و آمن روعاتی، و یا الله امو ترس مرا به امنیت تبدیل بکن. و الله سبحانه و تعالی ستیر هست. الله سبحانه و تعالی ستیر است، یعنی ذکر نامش سبب ستر عورت از جنها میشه. چی معنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، میگه ستر در بین چشمهای جنها و عورتهای بنی آدم چی هست؟ اذا دخل احدکم الخلاء، وقتی که یکی از شما داخل بیت الخلا یا تشناب حمام میشن، ان یقول بسم الله، قبل از اینکه داخل میشه انسان میگه بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وقتی که انسان نام الله را گرفت و به الله پناه برد از خبث و خبائث، از شیطانهای مذکر و مؤنث،
این سبب چی میشه؟ سبب میشه که شیطان دیگه در تشناب نمیتونه که باشه و عورت ازیره ببینم. و همین قسم الله متعال چون رحمان رحیم است و سطر خوش داره، کسایی که دیگران را رسوا میکنه، یک کسی در یک گناه یا اشتباه یا معصیت گیر کرد، باز این میخیزه بر مردم قسم میکنه و این رسوا میکنه و بر مردم چی میکنه؟ این رسوا میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال این رسوا میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه. ای مردما، اینجا سعی کنید، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار حالت غضبناک است. در این حالت میگه که ای مردمایی که به زبانتان مسلمان گفته میشین و ایمان در قلبهایتان داخل نشده، لا تغتابوا المسلمین، غیبت مسلمان ها را نکنین، ولا تتبعوا عوراتهم، و شما در جستجوی عیبهایشان نباشین. فانه من اتبع عوراتهم، هر کسی که در جستجوی عیبهای دیگر را باشه که اونا را عیبهایشان را پیدا بکنه و رسوایشان بکنه، یتبع الله عورته، الله متعال عیبهای خود ازیره چی میکنه؟ شمار میکنه و عیبهای ازیر در پی عیبهایش میشه. و من یتبع الله عورته یفضحه فی بیته، و الله کسی را که بخواه که عیبهایش کشف کنه، او را در داخل خانهش چی میکنه؟ در منزلش رسوایش میکنه. پس هم از رحمت الله هست که کسایی که در جستجوی عیبهای دیگر هستن، اونا را مانع میشه و اونا را به این کار نمیمانه. و دیگه از رحمت الله سبحانه و تعالی که صفت ستیر الله سبحانه و تعالی هست، این هست که الله که خودش ستر کننده هست، نشر فحشا و منکرات بد میبینه و بر از اونا عذاب بسیار سختی را بیان کرده. کسایی که میخواین که گناه در بین مردم رواج پیدا کنه، فیلمای خراب رواج پیدا کنه، ساز و موسیقی و اختلاط و گناه و اینا رواج پیدا بکنه، سینماهای و اماکن گناه اینا را میسازه و برازید این ترویج میکنه. الله متعال میگه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا، یقینا کسایی که دوست دارن که فحشا و منکرات، گناه ها، زنا، بدبختی، چیزا کلش در بین مردم چی شوه؟ عام شوه. لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، بر از اینا عذاب دردناک است در دنیا و آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میدانه و شما نمیدانید. پس بسیار خطرناک است. کسایی که مثلا کلیپ های گناه را نشر میکنن، کسایی که کلیپ های بی‌حیایی را نشر میکنن، کسایی که مثلا سبب میشن که گناه شو مثلا در عروسی خود ساز، رقص، اختلاط بین زن و مرد، و کسایی که مثلا خانم هایی که حجاب نمیپوشن، اینا کل از اینا در امی آیت داخل میشن. چرا اینا وقتی که مثلا مادر حجاب نکرد، اولادایش هم سوزو سهل میکنن، میگه مادرم که در سن بزرگی که مادر ما هست، ای که تو سرلش میگرده و آستین نداره، پس ما دخترایش هم همین قسم باشیم. پدر وقتی که مثلا اولاد خانم خود و دخترای خود مثلا در بین مردم همین قسم میگذاره و اونا میرقصن و با محرم و نامحرم تفکیک نمیکنن، اینا کلش داخل میشه در چی؟ در جمله کسایی که فحشا و منکرات در بین مردم نشر میکنن. حتی مثلا کسایی که در حکومت ها هستن و اینا کلیپ های نایت کلاب ها را و هتل های فحشا را و اینا را اجازه میتن، الله متعال بر از اینا سخت‌ترین عذاب دچارشان میکنه. و کسایی که کامپیوتر کار هستن یا در موبایل هستن، فکرتان باشه بعضی از کلیپ هایی است که در او فحشا هست، گناه هست، ناروا هست، این در بین مردم مثلا بر دوستای خود بلوتوت میکنن یا بر دوستای خود میفرستن یا به شکل از اشکال مثلا در یوتیوب میپرتن یا مثلا در تیک تاک میپرتن. این حال کسایی که بسیاری کسایی که کارا را میکنن، الله متعال میگه که اینا چرا این کارا میکنن؟ به خاطر خوش دارن که فحشا و منکر در بین مؤمنان زیاد شوه.
الله متعال میگه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخره. بر از اینا عذاب دردناک است، هم در این دنیا و هم در آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله بسیار میدانه و شما نمیفهمین. دیگه اشتمی نقطه ای است که الله سبحانه و تعالی ستیر است، بسیار ساتر کننده هست. این حال کسی که جهری یک گناه را میکنه و آشکار یک گناه را میکنه، الله متعال اینه نمیبخشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کل امتی معافى، هر امت ما عفو میشن الا المجاهرین، مگر کسایی که گناه را جهر میکنن و جهر گناه میکنه. این بسیار خطرناک است که در مقابل مردم جهری میخیزه، حتی از گناه خود نمیشرمه. در مقابل مردم مثلا تمام روز میفهمه که ریش کل کردن گناه است، هر روز جهری میبینه که ریشش کل است. سیگرت کشیدن حرام است، پیش روی کل سیگرت میکشه، پیش روی کل مردم چلم میزنه، پیش روی کل مردم شراب مینوشه، پیش روی کل مردم مثلا میرقصه، پیش روی کل مردم مثلا اعمال ناشایسته و حرام انجام میده. این چی میگه؟ مجاهر میگه که خدا چی کرده؟ به جهر اما تو گناهی خدا میکنه. من یک ریش سفید بود، از زندان همراه ما بود، بسیار ریش سفید دیندار بودی. یک عمل خراب داشت که نسوار میکشید. کدام 20 روز 30 روز نسوار از زیر اتاقاش نمیفهمیدن. من از پیشش پرسان کردم، یک وقت دیدمش که اما تو پت کرده در زیر کمپلی داخل شد، کمک تو نسوار در دهان خود انداخت. من از پیش پرسان کردم، گفتم کاکا ای چرا تو نسوار میگی؟ گفت والا ما والا با این چیز مبتلا شدیم، والا زیاد کوشش میکنم که امیر ترک بکنم، ترک کرده نمیتونم، سلام سختی و ترام خو کوشش میکنم بکنم. ما گفتم خواهید از زیر کمپل. گفت به خاطر از اینکه در مجاهره داخل نشم، مردم ببینن جهر میشه، با زور الله نمیبخشه. ما دیدم که ریش سفید چقدر دین خوب فهمیده است که انسان الله کسی را که جهرن گناه را میکنه نمیبخشه. این حدیثه که ما خواندم، دیدم که واقعا این شامل حال از اینا میشه، کسایی که جهرن یا گناه را میکنه. یک جهتش چی است؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و من المجاهرت، از جمله جهر ساختن گناه یکی هم ای است ان یعمل الرجل باللیل عملا، یک کسی شب یک گناه را میکنه، ثم یصبح، باز صبح میکنه و قد ستره الله علیه، الله ای را ستر کرد. اگر الله متعال میتونست که امیجا رسوایش بکنه در امی شبی که این گناه میکنه، الله سترش کرد، از امی گناهش هیچ کس خبر نکرد. فیقول، بازی صبح خودش که میخیزه باز میگه یا فلان و یه فلانی شخص، یکی برات قصه کنم، عملت البارحه کذا و کذا، من شب این گناه را کردم، شب این گناه را کردم. یعنی امو گناه ها و بدبختی ها و هر چیزی را که کرده، این باز بر مردم قصه میکنه. این باز الله این نمیبخشه. چرا میگه کل امتی معافى الا المجاهرین، تمام امت معفو میشن، این از عفو الهی محروم میشه. چرا خودش نخواست که مثلا ستر شود، خواست که گناه در بین مردم عام شود، خیز قصه های گناه خدا میکنن. بعضی اوقات سعی کنی یک نفر ریش سفید است، ریش سفید بسیار پاش در لب مرگ است. وقتی که جوانان میشینن، باز گناه های جوانی خدا بر از اینا قصه میکنه که من در جوانی می گناه را کردم. اگر کسی کار کرده توبه بکنه، استغفار بکنه، بر بارگاه الله گریه بکنه و عذر بکنه که الله متعال این را عفو بکنه. این بسیار خطرناک است و احتیاط بکنیم که اول خود گناه نکنیم و باز اگر انسان گناه میشه که این مردم خبر نداره، به زبان خود بر مردم قصه کردن گناه ها، چی صغایر باشه و چی کبایر باشه، این در مجاهره داخل میشه. الله متعال ما و شما را عفو بکنه و از این خلاص بکنه. یک قصه بسیار جالب است و زیبا هست در باره ستر. یکی از علما ابن قدامه رحمه الله این ذکر میکنه، میگه در بنی اسرائیل قحطی رخ داد. این قصه بسیار خوب است و در قسمت ستر الهی ما و شما صفت ستار الله سبحانه و تعالی را خوب میدانیم. میگه که در بنی اسرائیل قحطی رخ داد، مردم کلشان پیش موسی علیه السلام آمدن و گفتن ای موسی علیه السلام استسقا بکو، طلب باران بکو که بسیار قحطی آمده و بسیار مشکلات است.
تا که باران شوی درختای ما، زمینای ما، اینا چی شوند؟ اینا کلشان دوباره شاداب شوند. میگه الله سبحانه و تعالی برای موسی علیه السلام خب موسی علیه السلام همین مردم کلگی رو جمع کرد و اینا را برد یک منطقه که مثل که انسان به نماز استسقا و برای دعا میره، برد کل از اینا در بین از اطفال و فقیدا و سفیدا و ضعیفا یارم کشان برد که الله متعال به می عاجزی و ناتوانی و بیچارگی ما سیل کنن و سر ما رحم بکنن و دعای ما را قبول بکنن. خب موسی علیه السلام دعا کرد به الله که یا الله امی ما را مغفرت بکو و امی طلب استسقا باران کرد که یا الله باران نازل بکن که بسیار قحطی و بسیار مشکلات زیاد است. میگه الله متعال برش گفت که این موسی من چه قسم دعای شما را قبول بکنن؟ در بین شما یک کسی هست که 40 سال است که گناه میکنه و معصیت و نافرمانی مرا میکنه. 40 سال. موسی علیه السلام اعصابش بسیار خراب میشه و میاد بین مردم صدا میکنه که ای گناهکاری که در بین ما هستی و تو 40 سال معصیت کردی و به خاطر معصیت تو باران سر ما نمیشه، برای از بین ما. این شخصی که گناه کرده این طرف راست خود سهل میکنه، طرف چپ خود سهل میکنه که هیچ کسی نبرامد. او میفهمه که همی الله متعال درباره من برای موسی علیه السلام گفته است این گناهکار 40 ساله خب من هستم. وقتی که حالت میبینه دیگه گریه میگیره و قطراتش که جاری میشه و گریه میکنه و توبه میکنه که یا الله بد کردیم، یا الله توبه کردیم، یا الله استغفرک و اتوب الیک. مغفرت میخواد توبه میکنه و مغفرت میخواد توبه میکنه. در وقتی که مغفرت میخواد توبه میکنه هنوز کسی از این صف نبرآمده که باران نازل میشه، باران میشه و جویای آب جاری میشه. موسی علیه السلام در تعجب میشه و میگه که یا الله باران کردی و او شخصی که 40 سال گناه کرده بود و کس نبرآمد از اینجا، به خاطر از او گفتی که من به خاطر از او سر شما باران قطع کردم، آل خونه باران شد. الله متعال برش میگه که این موسی امی بنده من توبه کرد و استغفار خواست و مغفرت خواست و من توبه از این قبول کردم و برای شما آب نازل کردم. موسی علیه السلام میگه که پاک پروردگارا این شخص کی هست که 40 سال گناه کرده بود و آل توبه که توبهش قبول کردی؟ الله متعال برش میگه که این موسی علیه السلام من وقتی که او را در گناه 40 سال گناه میکرد من او را ستر کردم، آلی که توبه کرده و مغفرت خواسته و به بارگاه من رجوع کرده آل رسوایش بگرم. بعد از موسی علیه السلام میگه که فضل الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی فضلش زیاد است و انسانها را ستر میکنه و این یک خوشخبری برای ما و شما هست، خصوصا برای کسایی که توبه میکنن و استغفار میکنن و از الله متعال برای گناه های خود چی میکنن؟ مغفرت میخواین. این بسیار پیام خوب الهی است. از نام های الله سبحانه و تعالی یکی هم نام الحلیم الله است. سبحان الله. یکی از صفات رحمت الله، نامی است که به صفت رحمت الله دلالت میکنه. یعنی الله سبحانه و تعالی دارای حکم مهربانی است که او را حلم میگن. حلم چی است؟ که انسان در عقوبت و در جزا دادن گناهکار عجله نمیکنه. والله غنی حلیم. سوره بقره آیت 263 الله متعال میگه الله غنی هست و حلیم هست. علامه ابن کثیر رحمه الله چی میگن؟ میگه الحلیم، الله حلیم ذات هست الذي لا يعجل على من عصاه، که عجله نمیکنه در جزا دادن کسی که نافرمانی از این بکنه. چقدر ذات مهربان است. با صفات حلمش به بندگان مؤمنش در خطاهایشان عفو و مغفرت میکنه. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم.
یعنی کسایی که در غزوه احد اینا چی کرد؟ اینا مثلا از پیشان لغزش شد، شیطان غلبه کرد، از اون تپه پایین شده به سبب بعضی اشتباهات یا لغزش هایی که کردن، اینا شیطان اینا را لغزان. ولقد عفى الله عنهم، الله از اونا را عفو کرد. و ان الله غفور رحیم، الله بسیار مغفرت کننده و مهربان است. این الله غفور است و حلیم و بسیار بردبار است، یعنی ذاتی که در جریان اشتباه و غلطی و لغزش و گناه مؤاخذه نمیکنه، بلکه وقت میده تا که انسان چی کنه؟ با الله رجوع بکنه و توبه بکنه. صفت حلم الله سبحانه و تعالی قدر زیاد است که حتی بر کافران، بر مشرکین، بر مرتد، بر بیدین، بر کسی که در کفر واقع شده، بر از او هم الله متعال چی میته؟ فرصت میته. ان الله کان علیما، یکی امام طبری رحمه الله میگه ان الله کان حلیما عمن اشرک و کفر به من خلقه فی ترکه تعجیل عذابه له. میگه الله متعال حلیم است بر کسی که او چی کرده؟ شرک کرده و کفر کرده از مخلوقاتش. چه قسم حلیم است که حتی ایره هم عاجل همین کافر هلاک نمیکنه، همین مشرک هلاک نمیکنه، برش فرصت میده میشه همین مشرک چی کنه؟ رجوع بکنه و پس بگرده. و بسیار کسایی هستن که در شرک مبتلا بودن، در کفر مبتلا بودن، در ارتداد مبتلا بودن، لکن الله حلیم برشان فرصت داده. و ما هزار مرتبه ما خودم شکر میکنم که یا الله شکر است و حمد است برای تو، سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماتی که ما رو در جوانی نکشت. در جوانی ما با بسیار اشتباهات اعتقادی و خطاها مبتلا بودیم که الله عفو بکنه. استغفر الله. در بسیار چیزا مثلا مبتلا بودیم. چرا الله حلیم از فرصت میده بر بنده های خود، عاجل در گناه رو نمیگیره، حتی اگر یک کسی در کفر و در شرک مبتلا شده باشه. چهارم، با صفت حلمش فرصت توبه برای گناهکارا میته، برای هر گناهکار فرصت توبه را میته. ان تبد لكم تسوهم وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم. یعنی برای هر کسی الله متعال فرصت میده و الله حلیم است، اشتباهات کوچک گذشت میکنه، هیچ او را مؤاخذه انسان نمیکنه. مثلا لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، بعضی کسا از زبانش هم تو شیشته لغو قسم یاد میکنه، مثلا کجا بودی برادر؟ میگه والله رفته بودم بازار، والله فلانی، در گپ خود قسم یاد میکنه. الله متعال ایره میگه که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، به این لغوی که از زبان شما خارج میشه، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لکن شما را مؤاخذه میکنه وقتی خوب قلبا فکرت باشه و قسم ناحق میخوری باز مؤاخذت میگیم. والله غفور حلیم، الله غفور بخشنده و مهربان است. با وجود قدرتش الله گذشت میکنه. یکی از علما میگه الحلیم هو الصفوح مع القدره، میگه با امرای قدرت الله متعال چی میکنه؟ گذشت میکنه. در سختی ها از او کمک خواسته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که لا اله الا الله العزیز الحلیم، یعنی وقتی که سر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سختی می آمد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که لا اله الا الله العلی عظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الكریم. این دعاها را چی میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت. چرا؟ به خاطر از اینکه الله متعال دارای صفت چی است؟ دارای صفت حلیم هست.